در فیلم ما فرشته نیستیم که فیلم مارمولک هم از روی اون ساخته شده، 2 زندانی فراری خودشون رو جای 2 تا کشیش جا میزنن و به این ترتیب وارد کلیسا میشن. این فیلم یک الگوی مذهبی رو دنبال میکنه. فراری ها ابتدا در جهنم هستن، یعنی همون زندان، بعد وارد شهر و کلیسا میشن، یعنی در حالت برزخ قرار میگیرن و بعد از اونجا میخوان فرار کنن به کانادا، به معنی بهشت. حالا اونها از ند و جیم مجرم تبدیل شدن به پدر ریلی و پدر براون. یکی از لایه‌های مهم فیلم اینه که این دو خیلی زود متوجه میشن اینجا چه جای خوبیه برای زندگی کردن. با همین لباس کشیشی هم اعتبار اجتماعی دارن و هم به جای اینکه با 1000 دردسر برن دزدی، خود مردم 2 دستی به اونها پول میدن. یعنی چیزی که در زندگی قبلی باید براش خطر میکردن، اینجا به صورت کاملا قانونی و حتی محترمانه در اختیارشون قرار میگیره. پس لباس کشیشی تبدیل شده به سرمایه. به این شکل حالا پدر ریلی و پدر براون نه برای امروز بلکه برای آیندگان هم میتونن الگوی اخلاقی باشن. و حالا کلامی از موعظه پدر براون که اون رو از یک بروشور تبلیغاتی اسلحه که از لای یک کتاب مقدس پیدا میکنه و ابتدا فکر میکنه صفحه‌ای از کتاب مقدس هست رو با هم تکرار میکنه. آیا تا به حال احساس کردید کاملا تنها هستید؟ تنها در جهانی پرخطر، بی آنکه کسی را داشته باشید که به او تکیه کنید؟ حالا چون پدر براون هست، دیگه اینجا منظور از این موعظه اسلحه نیست، بلکه پدر براون داره به خدا اشاره میکنه. ممنونم.